سلام نسرین حبیبی هستم، مدرس ریاضی. توی این ویدیو قراره در مورد ساختار محتوای ریاضی پایه چهارم دبستان صحبت کنیم. پس اگه شما یک نومعلمی، مادرین و یا حتی نوآموزین، این ویدیو یک دورنمای کلی و مشخص از کتاب ریاضی چهارم دبستان به شما میده. پس تا آخر این ویدیو همراه من باشید. طبق رابطه طولی که بین مباحث ریاضی وجود داره، اگه شما معلم پایه چهارم دبستان هستین، نیاز هست که بر ریاضی پایه‌های اول تا پنجم مسلط باشین که بدونین این مطالب از کجا اومده و قراره در سال بعدی به کجا برسه. کتاب ریاضی پایه چهارم دبستان 7 تا فصل داره. هر فصل تقریباً 20 صفحه داره و شامل بخش‌های مختلفیه. ابتدای هر فصل صفحه آغازی یا عنوانی قرار گرفته که شامل 3 تا تصویر و یک متنه. تصاویر مرتبط با مفاهیم و موضوعاتیه که قراره توی اون فصل آموزش داده بشه و ما میتونیم موقع شروع هر درس برگردیم به صفحه آغازین و در مورد تصویر مورد نظر صحبت کنیم. توی کتاب ریاضی چهارم قراره 2 تا از راهبردهای حل مسئله به موازات همدیگه پیش برده بشن که صفحه سمت راست حل مسئله و صفحه سمت چپ راهبرد مورد نظر مطرح شده و هدفش ترکیب راهبردهای مختلف با هم دیگه است. هر فصل شامل 4 تا درسه و هر درس تقریباً 4 صفحه داره که شامل فعالیت، کار در کلاس و تمرینه. تدریس ما قراره ضمن انجام فعالیت اتفاق بیفته و بخش کار در کلاس برای این هست که معلم یک بازخورد از آموزش خودش و یادگیری بچه‌ها داشته باشه. بخش تمرین هم به عنوان تکلیف توی خونه مطرح میشه که بعد از اون بچه‌ها میتونن بیارن و توی کلاس دوباره با هم دیگه چک کنن و حل کنیم. همونطور که گفتیم هر فصل شامل 4 تا درسه، اما توی این کتاب 2 تا استثنا داریم. فصل سوم شامل 6 درس و فصل هفتم شامل 2 درسه. اما به طور کلی و در مجموع 28 تا درس داریم که اگه کل هفته های سال و تعداد زنگ ها رو در نظر بگیریم، هر زنگ ما میتونیم یکی از این صفحات رو کار کنیم. توی قسمت مرور فصل 4 تا قسمت داریم. قسمت اول فرهنگ نوشتنه که قراره بچه‌ها به قلم خودشون خلاصه برداری کنن و نکاتی که از این فصل یاد گرفتن رو بنویسن. قرار نیست ما به بچه‌ها دیکته بگیم و همه برداشت یکسانی از این فصل داشته باشن. قسمت دوم مرور فصل تمرین هاست که ترکیبی از این 4 تا درسی که توی فصل قرار گرفته آورده شده. و در قسمت سوم مرور فصل بخش جذاب معما و سرگرمیه. انجام بخش بازی و سرگرمی برای بچه‌ها اجباری نیست، ولی میتونه اونا رو به چالش بکشه و با زیبایی‌ها و جذابیت‌های ریاضی آشنا بشن. و بخش آخر مرور فصل فرهنگ خواندنه که باید اجازه بدیم بچه‌ها این متن رو خودشون بخونن، درک مطلب داشته باشن و بتونن توی 1 یا 2 جمله خلاصه از اون رو عنوان کنن. تو این ویدیو میخوام در مورد سبک‌های شناختی بچه‌ها صحبت کنم. هر دانش آموز سبک یادگیری منحصر به فرد خودشو داره، اما به طور کلی میتونیم توی طبقه بندی های مختلفی قرار بدیم. 3 تا از مطرح ترین طبقه بندی ها رو عنوان میکنیم. بعضی از بچه ها به صورت کلامی، بعضی ها تصویری و بعضی ها با دست‌ورزی بهتر میتونن موضوع رو یاد بگیرن. اما عنوان کردن سبک‌های یادگیری دلیل بر این نیست که ما بچه‌ها رو توی کلاس به صورت مجزا از همدیگه قرار بدیم. فقط برای اینه که بدونیم کتاب درسی همه سبک‌ها رو به دلیل محدودیت نمیتونه پوشش بده و این به خلاقیت یک معلم برمیگرده که موقع تدریسش بتونه همه این سبک‌های یادگیری رو پوشش بده. اما در ارزیابی انتخاب روش پاسخگویی رو به عهده دانش آموز بذارید. مثلا توی مبحث جمع و تفریق اعشاری اجازه بدیم بچه‌ها خودشون راه حل مناسب رو پیدا کنن. بعضیا ممکنه از روش زیر هم نویسی، بعضیا از روش محور یا شکل استفاده کنن. موضوع دیگه‌ای که توی ریاضی پایه چهارم دبستان نسبت به سالهای قبل بیشتر مطرح میشه استفاده از ماشین حساب به عنوان یک ابزاره. ما قراره از ماشین حساب به عنوان یک ابزار برای کنترل محاسباتمون استفاده کنیم. قرار نیست استفاده از ماشین حساب آموزش محاسبات رو نفی کنه. همونطور که استفاده از نقاله گون یا خطکش به بچه‌ها آموزش داده میشه، باید استفاده از ماشین حساب هم به عنوان یک ابزار بهشون آموزش داده بشه. ما توی آموزش محاسبات
مراحل مختلفی رو طی می‌کنیم. آموزش محاسبات باید به صورت مفهومی برای بچه‌ها انجام بشه، یعنی اینکه روش‌ها و تکنیک‌های مختلف رو بهشون آموزش بدیم و اونها هم توی هر کدوم از این روش‌ها مهارت لازم رو کسب کنن و استفاده از ماشین حساب فقط برای کنترل محاسبات و تمرکزشون روی حل مسئله انجام بشه. همونطور که گفتیم استفاده از ماشین حساب به عنوان ابزار میتونه چند تا مزیت داشته باشه. اولین مزیت اون کنترل محاسباته. دومین مزیتش موقع حل مسئله است که ما میتونیم تمرکزمون رو به جای انجام محاسبات روی روش حل مسئله بذاریم و از ارقام و اعداد واقعی توی مسئلهمون استفاده کنیم. و سومین مزیتش هم میتونه آموزش کامل مفاهیم باشه که ما مفاهیم رو به طور کامل آموزش میدیم و بعد محاسبات رو با استفاده از ماشین حساب انجام میدیم. به پایان این ویدیو رسیدیم. امیدوارم که مطالبش براتون مفید بوده باشه. اگه شما معلم پایه 4 دبستان، مادر و یا حتی یک دانش آموز هستین، خوشحال میشم که نظرات و چالش هاتون رو این زیر برام کامنت بذارید. اگه دوست دارین توی ویدیوهای بعدی هم همراه ما باشین، حتما کانالمون رو دنبال کنین و زنگولش رو فعال کنین. شاد و موفق و پیروز باشین.